میاره. علی ساسانی رو نگاه کنید، بازیکنی که چارگانه سوزه، گازسوز، عرقسوز، بنزینسوز و پیکنیک سوز این بازیکن. بازی 3-2 به سود تیم شاهین گرج محله بهشهر داره دنبال میشه. حمیدرضا غیبی رو نگاه کنید در تصویر. غیبی که در هفته‌های گذشته در پی عفونت شدید دندان 183 تا پیاله دسل لرزونک زعفرانی رو نوش جان کرد. کلاً به پوست صورتش هم خیلی اهمیت میده. کرم زیر چشم ضد آفتاب‌های مارکدار رو استفاده میکنه. بوتاکس هم همین چند وقت پیش انجام داده. حمیدرضا غیبی به قول مادر بزرگم خدا بیامرز سرخاب سپیداب من رو رعنا کرده، یک شب نزنم من رو رسوا کرده. حمید غیبی عاشق بوی عنبرنسا هم هست. به پشکل الاغ میگن عنبرنسا، البته فراموش نکنید پشکل الاغ ماده خوشبوتر هم هست. امیدوارم حمید روزی با دختری به نام نسا ازدواج کنه. عاشقتم حمید، دیوانتم حمید.